ما در روزهای آخر شاهد ملتهب‌ترین روزهای گفتگوهای صلح افغانستان بودیم، اما در دو طرف میز گفتگو کسانی نشسته بودند که با همدیگه اختلاف بنیادین ایدئولوژیک نداشتند. ای سرزمین من، مادر زمین من، سرباز توستم. فاسد هستم، اینجا سیاست مدارای هستم که خون مردم هر روز میخورن، من مردم نمیفهمم. از خاطر ادبیات در برابر تمامشان باید که موضع بگیره. در سوگواری ها و محفل ها میبوسمد بر ضد فتواهای قاتل ها. سیاسیون ما، فعالای سیاسی ما، فعالای جامعه مدنی ما نقش خود دارن، ولی من فکر میکنم که نقش بسیار مهمتر بر تامین و درمان روح زخمی افغانستان و برای اعتراض به وضعیت موجود شاعرها، هنرمندا و ادیبا دارن. میرن در مسکو پشت یک میز میشینن و از یک سوء تفاهم حرف میزنن. میگه هیچ مسئله ما با هم نداریم. اگر شما با هم دیگر مسئله ندارید، ما با کلیت شما مسئله داریم. این برنامه صدای نسل امروز افغانستان بود و حرف نسل امروز افغانستان این است که به خاطر رسیدن به صلح پایدار ما به یک اجماع ملی باید برسیم. اجماعی که یک طرف اصلی قضیه نسل نو افغانستان است. هدف ما از جمع شدن امروز اینجا و از برگزاری این برنامه این بوده که ما نشان بدیم که یک نسل دیگر افغانستان شکل گرفته که این نسل بر ضد تمامی این باورها مبارزه کرده، مبارزه میکنه و اینا زنده هستند در افغانستان و هیچ کس نمیتونه اینا رو نادیده بگیره.